پدیده سکولاریسم و شناخت آن. بخش ششم، تاریخچه نشأت و رشد سکولاریسم. در مبحث گذشته یادآور شدیم که مرحله اول شکلگیری علمانیت و هسته اصلی و مرحله ریشه‌یابی و شکلگیری آن در قرون وسطی و عصر رنسانس و جهش علمی اروپا بود. این عصر بر اثر فشارها و سختگیری‌های بی‌رویه کلیسا و مردان آن حاصل شد و توانست مردم را به وسیله علمانیت و سکولاریسم از زیر یوغ و سلطه کلیسا و مردان آن نجات بدهد. اما مرحله دوم سکولاریسم و علمانیت مرحله‌ای بود که در قرون 17 و 18 میلادی صورت گرفت. این مرحله را میتوان مرحله علمانیت معتدل و آرام نام گذاشت، زیرا در این مرحله علمانی‌ها دین را منحصر بر رجال کلیسا و چارچوب آن تلقی کردند. در این مرحله دینداری و عبادت امری فردی تلقی شد و اگر کسی به صورت فردی آن را انجام میداد اشکال بر وی وارد نمیشد، اما دین اجازه دخالت در امور اجتماعی و عمومی را نداشت. این نوجدایی بین علم و دین در همه زوایا و امور علمی اتفاق افتاده بود، به گونه‌ای که مربیان و مسئولین تربیت نسل‌ها شیوه تعلیم و تربیت خود را کاملا از دین متفاوت و جدا کرده بودند و گمان می‌کردند که تعلیم دین سبب محجور شدن فکر، انجماد عقل و پست شدن حس و شعور انسان و زمین گیر شدن حرکت وی خواهد شد.